سلام. این تنبلا رو دیدین؟ امروز قشنگ همون جوریم. خانم از 6 صبح خوابیده، یک بعد از رو بیدار شده. بعد 1:30 هم قرار داشتیم. من 10 دقیقه خواب بودم. امروز قراره بریم کم امتیازترین آرایشگاه تهران رو پیدا کنیم. یعنی پیدا کردیم، وقتم گرفتیم از خانومه. حالا بهتون بیرونش رو نشون میدم. تا جایی که من میدونم اسم داره. آره یه آموزشگاه، تازه مدرک هم میده بهتون. آره اینجای پارتی هم نیست. بعد خیلی امتیازش کم بود. بعد خانومه بهش گفتیم میتونیم ویدیو بگیریم. گفت نه، ویدیو اگه مثلا بگیرین ممکنه که بقیه بیان از کارای من مثلا کپی کنن و اینا. دیشب بهم گفت. بعد گفتم نه خب مثلا ما بلاگریم، یه ذره مثلا پارت ویدیو میگیریم، ولی خب سوسکی براتون ویدیو میگیریم. یه دونه کلا این ویدیوهاش دست منه، یه دونهش دست راهی. یعنی یه دور راهی آرایش میشه، یه دور من. اون تیکه که راهی آرایش میشه رو من ویدیو میگیرم. اون تیکه که من دارم آرایش میشم و راهی ویدیو میگیره. اگرم که تا حالا ویدیوهای ما رو ندیدین، حتما این سر به چنلمون بزنین، ویدیوهای ما رو ببینین. اگه دوست داشتین حتما لایک، کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. آقا ما قرار گذاشتیم که از اولش انگار با هم دعوا داریم. بعد میگیم بذار سناریو رو به بچه‌ها بگیم، بذار ببینن، نگیم ببینید خفن خنده داره. ولی از اولش قرار گذاشتیم که انگار با هم دعوا داریم و همش برنامه‌ریزی شده است. ما دعوا نمی‌کنیم. داشتم به این فکر میکردم که صورت من فقط خودم میتونم خودم آرایش کنم واقعا. یعنی مثلا یه ذره حتی خط چشم من پایین بالا بکشی صورت من داغون میشه. اتفاقات جالب قرار بیفته. آقا ما رسیدیم. اصلا خیلی کاش میتونستیم بگیریم براتون، ولی خب چون یه جوریه نمیتونیم بگیریم. آموزشگاه سلام، خوب است؟ خب آقا ما اینجا دیگه رفتیم تو. بذاریم فضا رو توضیح بدم. یه سالن متوسط بود که طرف چپ داشتن مو رنگ می‌کردن و مو درست می‌کردن، طرف راست هم یه صف بود برای بند انداختن و خدا شاهد نخ بند رو داشت با آینه پاره می‌کرد. و سالن میکاپشون هم جدا بود از این سالن، یعنی یه در بود، بعد می‌رفتی اونجا، می‌رفتی تو سالن خیلی پیشرفته‌شون. جالب که آقا شما میز آرایشو ببین. آخه اون فنجونه هم دقت کنید بهش. پیجی چی داریم؟ قیچی؟ پیجی چی داریم؟ آها یه دونه میخوایم پیج بزنیم، بعد برای میکاپ و اینا بعد داریم آرایش میکاپ میشیم که بعد بیفور اثر بزنیم. باشه چشم. بچه‌ها اینجا صندلی آرایش نداشت، یعنی ماها کلا 2 تا صندلی چوبی گذاشته بودن، ما هم رو اونا نشستیم. بعد 2 تا خانم بودن، یکیشون همینه که الان دارید میبینید که اومده بود کار یاد بگیره و فقط کرم پودر رو اینا رو میزد. بعد گیر داده بود که پیج شماها چیه، بدیم ما فالوتون کنیم و اینا. ما هم استرس گرفته بودیم که فکر نکنه داریم پیج یعنی ویدیو یوتیوب میگیریم. سر همین کلا خیلی گیر داده بود به این داستان. وای بچه‌ها بیوتی بلندرش کثافت خالص بود. یه فنجون آب گذاشته بود رو میز، این بیوتی بلندر رو میکردون تو میچلوند میومد میزد به صورت ما. خانوادگی پیشونیتون بلند. چی بگم؟ انقدر بوی کرم پودرش بد بود من نمیتونستم حتی صحبت کنم. واقعا وحشتناک بود بوی کرم پودرش. امش متولد 69. باورش بودم عاشقم داداشم جادو کرده. ما چرا ارث می‌خوره؟ داداشت جادو شد. مش بالاخره بعد حرف نزن آرایش چین و چروک میفته. این واقعا خاک بر سر داداشم. یه ذره اگه داداشم چی کم یاد میگیره واقعا دارم میگم. توی سالن میکاپ خیلی پیشرفته‌شون یه خانم اومده بود داشت موهاشو درست میکرد تو 4 متر فضا و خانومه داشت پشت موهاشو با تیغ میزد. جدی میگم. زنگ میزنم بهتون دیگه ببینم چی میخواد. اینجا من اومدم پیش اون خانومه که اصل کار این داستان بود و دیگه مثلا میومدن ازش یاد میگرفتن و اینا برای اینکه سایه‌مو شروع کنه. هیچ کار نکردم بابا. حالا این خانومم 5 دقیقه پشت تلفن داشت با شوهرش دعوا میکرد و من همه‌شو داشتم میشنیدم و اصلا نمیتونستم به راهی نگاه کنم چون مطمئن بودم نگاه کنم خندم میگیره. میخواستن زودتر خبر میرم باش.
الان من زیر دست دارم آرایش انجام میدم میفهمی؟ یا من آرایشت میکنم خوشگله نه فیلم میگیری؟ نه 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 بابا بیا تو ببین کادر رو ببین. نه نیستش نه من اینجا نگاه خیالتون راحت واقعا. بچه اگه میبینید بعضی وقتا تصویر خیلی نزدیکه به خاطر اینکه این لشکر یزید پشتمون بودن فیلم نگیریم. آرایش بلد من آرایش. آرایش بدین آرایش تو عروسی داداشته من میام تو رو آرایش کنم. عروسی همت دیگه. تو صورتتو میدی دست من؟ نه دشمنی داری اصلا. سیما دوست بودیم. چرا خیلی ادرس کنارته؟ چون با همش داداشش با همش ازدواج کرده با هم قهر کرد. دارن میکنه یعنی امشب فکر کنم مثلا نه واقعا ای وای خیلی جالبه خیلی واقعا جالبه. میگه داداشم جادو کرده. خانوادگی شهرت دارم به این داستان دارم. شما خانوادگی پیشونیتون بلنده نیاز داداش من چرا 24 سالشه بعد با هم چند سال داشتید 50 36 چند 79 69 فکر کنم 10 سال الان گریهش میگیره آرایشش خراب میشه. داداش بیچاره‌ام داداشتون رو انداختم بهمون. شده؟ من لیلی مجنونم هرچه من مامانم میگه بابام میگه الان عقد عروسی چی؟ الان فعلا یه عقد کوچیک ایام فاطمی هست نمیتونیم عروسی بگیریم. یه عقد کوچیک تو خونه مثلا نزدیکا دارد. نمیدونم اینا چه جوری به ذهنم میرسه. عکس داداشم نه با من چرا عکس نه تو صدا میذارم. نه صدا اصلا قطع میشه. شاهین میاد اوکی. بچه های خانم دومی گیر داده بود عکس به ما نشون بده. ما هم اصلا یادمون نبود که حداقل بریم یه عکس چرت و پرت از تونه در بیاریم. به این چه؟ بچه اصلا شما دقت کردید به اینکه آرایش من قهوه‌ای بود و این خانوم داره نارنجی میزنه پشت پلک من و نه کلشو فقط اون خط بالای پلکمو. اما لباس چینی خوری نمی‌پوشید. میگم لباس ندارم میگه بیا بریم الان بخریم یه لباس اسپورت بپوش اومدم لخت. اینجا خانومه میرفت این قلم‌ها رو میکرد تو اون لیوان آبه میومد میزد به این خط چشم و این کاسه یا که مثل نمیان آب رنگه بعد میزد به چشم من. ولی از حق نگذریم خدای خط چشمشو بد نکشید. حالا درسته اینو به چشمای من نمیاد ولی بد نکشید خداییش. ببینید آقا این بغل بینی منو کامل کرم پود نزده. این کارش با موژه است موژه بچه قیمت میکاپ 200 تومن بود و قیمت موژه گذاشتن 150,000 تومن. سر همین خانم خیلی اصرار داشت که باید موژه بذارید و موژه‌هاش هم از این یه تیکه ها نبود. بیادبی نمی‌کنه. خوشگل شده. انقدر خانم از خودش تعریف میکرد انقدر از خودش تعریف میکرد. من یه خطایی کردم مثلا مدرسه اینو دیدم که بعد اون میگه این چه کنم کرد؟ خب اینو بردم من شده داداش من نشون داده دیگه. من نمیدونم چیکار کردم واقعا. دیدید چی کار کرد؟ سر همین کار قرار خط چشم منو کلوفتر کنه. بچه من کورم یا شما هم قرینگی نمیبینید تو این دوتا؟ کجا داری میری؟
خدا بس دیگه. آخ اینجا طی اقدام انتحاری جدید اومد به صورت من کرم پود زد و ما پرامون ریخته بود، از قیافه‌مون هم معلومه. سری اول برای من این روشن‌تره رو نزده بود و این دیگه حکم کانسیلرش رو داشت دیگه و داشت رو گونه هام رو کل صورتم کانسیلرش رو پخش میکرد. بعد چیزی که برای من جالب بود، کلا برای هر طیف پوست کلا 2 تا دونه کرم پود بیشتر نداشت. یعنی تو اگه پوستت سبزم بود همین دیگه آپشن جزئی نداشتی. و اینکه اون بیوتی بلندر کثافتش هم برای کرم پودرش بود هم برای کانسیلرش بود، کلا همیشه همون بود. اینجام دوباره اومد خط چشم منو ضخیم‌تر و کلفتر کرد که اون اشتباهی که کرده بود رو بپوشونه. بابا اصلا میکاپ من از این سایه روشنا نداشت و کل مدت گوشی من دستم بود رو به این خانم که خانم اینو یه نگاه به این بنداز و آرایش کن. یعنی کلا سلیقه خودشون بود ماشاءالله. اینجا بهترین پارتشه. به من گفت بخند و دقیقا ببین زیر خط گونه‌ام زد. یعنی جایی که کانتوره. انقدر گند زد تو صورتم. نمی‌دونم چقدر واقعا. کجا؟ دیگه اصلا ترسیدم. طرفای کجا رفتم؟ اینجا این محله به نسبت خوبو گفتم. چقدر دادی؟ میکاپشو دادم؟ نه اونم اوکی بود تقریبا 180 تومن میره. خب واقعا بد زد، خیلی بده. اینو گفتم که ببینم نظرش چیه راجع به اون خانومی که تو میکاپ من گند زده. وای عالیه عالی. زیر چشم نباید اینم یک بیوتی بلندر گرفته بود داشت دیگه به همه جای من میزد. وای بچه ها اینجا مدادشو نتراشیده بود، انگار ولدمورت داشت ناخوناشو میکشید دور لبای من. جدی ترسیدم اینجا، گفتم من لبام خون میاد. بعد خانومم محکم میکشیدا، بعد کج کوله از خط لبم بیرون. بعد هر جام کج میکشید با دستش اینجوری پاک میکرد، دستش رو یه دور میکرد تو دهن من، بعد اونو دوباره میکشید. اینجا انقدر ما خندمون گرفته بود، راهیل داشت با سرفه خندش رو میپوشون. آقا این خانومه میکاپ رو یه نگاه انداخت، یه نگاه به لب من انداخت، گفت پس خوبه برات صورتی میزنه. سید اون صورتی نیست. روژ لبش داشت تموم میشد و این خانوم داشت میکرد این چیزشو اون تو که یه چیزی دراره بیاد بزنه به لبای من. ببین صدا رو. وای جای قبلی کج زد، بعد گفت سانسور کن چون کلا هم داشتم ما رو نگاه میکردم. ما مجبور شدیم ویدیو رو قطع کنیم، ولی این ادامه میکاپ که نه ببخشید آرایش بی‌نظیر این خانومه. اینجا اومد برای من موژه بذاره ولی خانم راهیل رو صدا کرد. یه دقیقه نزدیک ببینید میکاپ منو. اول راهیل رو صدا کرد که بیا چون وقت نداریم و خیلی سرمون شلوغه. اومد گفت راهیل رو ببره که کرم پودرش و اینا رو بزنه. منم مجبور شدم با گوشی خودم اینا رو از این زاویه بگیرم. بچه ها موچین نداشتن تو آرایشگاه و رفت موچین شخصی خودش رو کیفش در آورد زد به موژه‌های من و با موچین این کارو کرد. تازه موژم از این پشت هما نداشت، این دونه ایا داشت. بهداشت واقعا ده هسته. خوب شد؟ ببینم خط زیر چشممو.
من الان یه چیزی رو فهمیدم، این اصلا براش آرایشی نیست، براش گواشه. اما این بزرگتر از داداشت رازی نیستی؟ آخه یه تعادلی هم باید باشه دیگه. خودت قبول نداری؟ جدی بد دارم میگم. که ندیدم دارم نمیاد. نتم بالا نمیاره عکسشو نشون. چند سال رفیقی شما نفر؟ چند سال رفیقی؟ 12 سال. از کلاسش تو مثلا کلاس 6 7 از دست این بیچاره چرا حسابونی؟ چی گناهی کرده؟ من با داداشش بیرون بودم اما من اومد دنبالم. با داداشم من بیرون میکنه خانوادگی به جنس بابا این چرا دو تا شد منو میخواست به من چه؟ داداشم چرا تو رو نمیخواست چی توهمیه؟ جدی؟ آره خوبه. این بیچاره چه گناهی داره؟ خب دیگه من دیدم بازم هم دیدن این که نمیده احمد حرف بزن بگو آقا زشته توی سنی ازت گذشته بچه بازی مگه بچه باز آخه. داداشت شوگر زده خب. خیلی هم نه که وضع مالی اوکیه شوگر خیلی اوکیه. انگار نمیدونه. خیلی درگاه نکن اصلا ما خود نکن 12 سال رفاقت داره که میخواد داری نخواد یا براشو میبرد میچرخون تو اون پلت سایه پر از پیگمنتش و نمیتکوند، همونو تپ میزد به صورت من و برای همین کل زیر چشم اون سایهش ریخته بود. آخه یه توازنی خدایی باید باشه دیگه. خدایی بد دارم میگم. عکس داداشمو داری؟ من هیچی ندارم گوشمو تازه گرفتم. عکس داداشمو برو باز نت بالا نمیره. روز لبشو واسش درست کن. نت بالا میاد عکس داداشمو. مگه عکس عمه خودمو نشون میدم. پشت مورد داداشتون نیست. خودشو که عمه تمام عکس پروفایل داشت. اینجام دیگه یه حرکت خیلی دیگه گفت آرایش تو ویژه کنم، یه دونه سایه روشن‌تر اومد زد تو که چشم. اگه صدا رو بشنوید اونور یه خانم دیگه اومده بود که یعنی موج مصنوعیش داشت از چشمش میافتاد و داشت میرفت عروسی و دعوا شده بود. نظر خودم اگه بخوام راجبش بگم، بچه کرم پودرش ببینید هایلایتر نزده و انقدر کرم پودرش براقه، انقدر برق افتاده رو صورت من. بچون پودر فیکس نزد تمام خط خنده و زیر چشم منم خط افتاده بود. بعد روژگونش هم که اصلا جاش مناسب نیست، لبم هم کجه. بعد چشم سمت چپم رو نگاه کنید موجش رو بالاتر زده و ابروهامون هم نکشیده بود. اینجا ما وقتی داشتیم حساب میکردیم یادمون افتاد که ابرو رو بهش نگفتیم بکشه، برای همین برگشتیم و ابروهامون رو کشید برامون، ولی یادمون رفتیم بگیریم و بعدیش میبینید. خانم ملینا نظر شما چیه؟ ببین اشک داره چشام میاد. باز تو خوب شدی. ویدیوی منو نسبت به من ملینا ملینا نسبت به من ببین چیز عجیب. برید ویدیوی من نگاه کنید بفهمید من دارم چی میگم. ویدیوی بعدیه. زیر چشم ریخته همه سایه سبزاش، بعد اشک داره از چشم میاد. بعد ببین دقیقاً داشتی می‌بینی گفت فقط بعدم یه رژگونه رو اینجاشو میزنن. بعد نگاه کن رژگونه رو اصلا کجایی؟ بعد اصلا این خط خنده از رژگونه. آره گفت بخند زد زیر خنده. بعد حالا نمیگم پراینر ندارن، مرطوب کننده ندارن، پودر فیکس ندارن، کانتور ندارن، کانسیلر ندارن و 350 تومن گرفت. فقط 150 تومنش برای موژه بود، یعنی قیمت آرایش با موژه 50 تومن فاصله داره. بعد حالا اینو بگم گفت طبقه بالامون دیگه میکاپ خفن ویژه است، اونو مثلا میرفتی بالا همین آرایشو ازت یه تومن. آره. خلاصه من این نظر سبزات خداست ریخته زیر چشت. وحشتناک آرایشن. اصلا وای حاجی وای. بریم نظر مردم بپرسیم. دوتا رفتیم دوتا ماسک گرفتیم چون من واقعا علی واقعا روم نمیشد من این صورت برم اون بر. الان داریم میریم سمت آسپه که اونجا نظر مردم بگیریم. با ما همراه باشید. ما اومدیم با اولین نفر که نظرشو بگه. خدای نظر تو صادقانه خالصانه خیلی خوشگل شدی. خیلی خوبه. من نزدیک نگاه کن. نماسیده قشنگ؟ نه. آرایشم زیر چشم نریخته؟ نه. یه کمی سبزرنگ مایه سبزرنگش که فکر خطش شده باشه یه کمی پسته. لبم خوب کشیده؟ خرجی یکم.
خوب نه کل از 10 چند میدی بهش؟ 8 و نیم. واقعا داری میدی؟ آره. ایوان دستش خوبه 2 3 نظر چی؟ خوبه؟ چیز مشخصی نیست. زیر چشم ببین براق بودن پوستمو ببین لبم ببین اوکی. چند از 10 خیلی هم خانم خودش نمی‌کنه. خیلی مرسی.